خیلی خوشحال شدم از اینکه سعادت این رو پیدا کردم در حضور فریخته شما خوبان باشم. تبریک میگم یک بار دیگه فرخنده میلاد با سرسعادت بانوی عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. خیلی خوشحال میشم به افتخار مقام شامخ و رفیع مادر دستی بزرگ. سلام بر تو، سلام بر تو که آلاله پروری مادر، گلوی فاجعه را خشم خنجری مادر. سلام بر تو که خدای احترامت کرد، بهشت گستره خیش را به نامت کرد مادر، تو بهترینی. قدر لحظه های شادیمون رو و این لبخندها و خوشرویی ها رو بدانیم، چرا که حدیثی ارزشمند هست از بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که میفرماید خوشرویی در چهره مؤمن بهشت رو بر او واجب میکنه. خانم وکیلی خیلی خوش آمدید. من به شما هم تبریک صمیمانه میگم. به خانواده محترمتون تبریک میگم، مادر بزرگوارتون، سپاسگزارم، همسر بزرگوارتون. انشالله اگه خدا قسمت کنه. بله خواهش میکنم. اصل کاری منظورمه. بالاخره دعا کنید منم بختم باز بشه. خواهران بزرگوارتون، نامردا رفتن بخت منو بستن. قد بدم میاد از این کارا. واقعا خیر نمیبینن. بخت شما رو نبستن؟ نه. خداش. از مدرسه چه خبر آقای ریوندی؟ مدرسه تعطیله. شنیدم اخراجتون کردن. ها؟ آقای ریوندی معلم با سابقه کشورمون هستن. هنو انرژی داری؟ خوشحالیم. من معلمم. همین خانم بهم SMS زده روز معلم. آقای ریوندی روزت مبارک. معلم چون شمعی می سوزد و هوا را آلوده می کند. بیاییم کمک کنیم معلم ها رو گاز سوز کنیم. این درسته یعنی؟ حالا آخه من خودم هم معلمم. شما معلم هستین؟ دبیر ادبیات، ولی نرفتم. خانم وکیلی حرف منو شما تایید میکنید بله. که واقعا کم لطفی و ظلمه در حق معلم که معلم رو به شمع تشبیه کنیم، چرا که شمع رو میسازن تا بسوزه اما معلم میسوزه تا بسازه. این جمله هاست که فوت کوزه‌گری است که خودشو تو دل همه جا کرده. یه دست محکم‌تر بزنید لطفاً. شما 206 داری؟ جان؟ 206 داری؟ 206 رو دوستم داشت. داره. موبایلش هم 2 میلیون تومان. خونه تو تجریش داری؟ عرضم بزرگتون برج که میلاد میپری؟ نه این کارا رو من نمی کنم. اگر ایشون فرمودن با همین فوت فن کوزه‌گری خودش رو تو دلها جا کرده، این درست نیست. بیشتر محبوبیت من به خاطر این که ته چهرم شبیه دکتر علی شریعتی. چرا؟ برای چی خندیدید؟ در واقع منو مسخره کردید. بزرگی میگه هیچ وقت کسی رو مسخره نکنید، شاید اون از شما مسخره تر باشه. من کجا، اون دکتر بزرگوار کجا، اون اندیشمندی بود. اما در خصوص همین مجلس امشبمون امروزمون دکتر علی شریعتی میگه که قدر لحظه های کنار هم بودن و با هم بودن رو خیلی خوب بدانیم. چرا که پس از این سالیان سال
به اجبار زیر زمین کنار هم خواهیم خفت. به یاد دکتر علی شریعتی رو برشون. خب ذهن من و قلب من و عمر من عزیزان وقت نیست